علی آقا چیزی نمیخوای؟ نه ممنون دست البته میاد غذا تایلندی برای سفارش دادم برنج و مرغ. یه غذا برنجی هم بزن. یه ذره پاستا هم تست کن ببین چه مزه‌ای آقا. واقعا یاد بابا دیگه عکس با من و هندونه بگیم برام از دیگه اسمش تری ممبرزه؟ تری مرمید کی میپرسه؟ من میخوام چیز کنم بحث بزن نه بابا گرفتی؟ ببینم آقا بفهم نمیخورم بخور یه ذره از این پستا بزن ببین چجوریه ماکارونی بغل از این مهندس بود حالا مهندس ساختمان بود هنوز درست تکمیل یاد نگرفتم مهندس ناظر شهرداری دادن انشالله که موفق باشیم انشالله همه شما موفق باشم مهدی تو اونا مهدی زمین ممین زیاد داره ولی پول نداره ولشون آقا حالا همه رو داریم ضبط میشه چی داریم ولش یه ذره از این بخور آقا حالا محمد من انداخته تو بنایی یه ذره از این بزن خیلی خوشمزه بادوم زمینیه بادوم هندیه ولی تفت داده شده است بازم جمعه نیست مرغ خیلی سم بود بله آقا بیا انگاری مرغا رو همینجوری خالی خالی انداختن تو روغن از اون مرغا خدا بریدن هم باشه بزن برو آره نمک نداده ولی فلفل نداده بذار ما هم میزنیم بابا نه اون غذا رو بهت دیگه نمیخورم بخور بزن دیگه آقا تو رو خدا نمیخورم غذا تا رو نیومده غذا هستی ولش شو فدات شم ولش شو میاد تمیز میکنم قربونت بشم الهی من فدای تو بشم
این غذای توه تازه. یه در آب آناناس بخور. اینو مونده بزن اینجا. این برای اینه که بخوایم با کسی شیر کنیم. چی؟ با یه کفتی رو بشم. چرا خوشگله لیمو بابا. لیمو بشه کن قشنگ روش آقا. خوشگل بزن بره. اینو تو. بابا بریه خون چطوره؟ پیامش رو باحاله. نخورم من. راسته میخوایی؟ نه. هستش باحال بود. باحال بود. آره خوب بود. اینو نخور این شیریه. برنج یاد تنده. ریخته برنج یاد ریخته خدایی خیلی ریخته بخور امی از این برنج بخور واسه هر جایی یه نفر گذاشتم بابا. آره دیگه. هوا گرم نیست که با من دارم عرق می‌خورم. گنده در بیار ها؟ گنده در بیار نه خب. بیشتر از من آقا بشیم چه این زیاده من نمیخورم اصلا جان آقا خیلیه آقا این تایلندیه غذا حالا تایلندیه. تایلند باشه یا نه چی باشه خیلیه نصف شما میزنم. غذاش زیاده حجمش. خیلی غذا بود ولی ببین چه سیاه‌کار جالبی بود پشتش. اینا چون خواستن و هر کسی نمیتونه بود کنه. یعنی ازت میگیره که حتما اینقدر هزینه کنی. زیاد باشه. برو دوالش ببین. یه تو بردی من یه گاز میزنم. نه من نمیخورم بده من چه گرفتم. نمیتونم به خودم پاستا کنم. غذای تایش هم خوشمزه است. غذاش معلومه همه چیز خورده.
علی آقا نظر راجع به غذا چیه؟ نظر من غذا چطور بود؟ غذا خیلی خوب بود، دست درد نکنه. خدا به مال خیر برکت بیندازه، زحمت میکشی. بابا چیکار خیلی عالی بود، دست درد نکنه. آقا لایو موزیک هم دارن میخونن، خواننده آوردن. آقا حرفی سخنی چیزی برای بچه‌ها، برای ایران، برای کسایی که سنشون بالاه رعلی رضا از اون چیزا بخیر. میگیرم اونا رو. چی اسمش؟ اونا فیل فیل چیه؟ از پلاستیک درست کردن. آره از چوب و پلاستیک. خیلی برای تو آقا بزن. من نمیخورم. حالا هر چقدر نخوردی من جان میخورم. آقا نمیخورم. هر چقدر نخوردی من میخورم. نه نمیخورم، با اون با چی بخوریم؟ مغلوط میشه. چیزی میاره؟ که اینو بگیر. آقا بفرما. یه ذره شیرینی بخور قشنگ بشوره ببره پایین آقا. نه خوردم، دستشویی گذاشت. آقایون دوستان، پایین همین رستورانه که این ویو قشنگی داره، یه آقای گفت اینجا رستوران داره به نام اکسیژن. همین پایینه، خیلی رستوران خوبیه، غذاش هم خوبه. گفتیم ما که تا اینجا اومدیم حداقل یه ویدیو بگیریم واسه کسایی که بعدا میخوان بیان. رستوران شلوغیه، بیچ کلاب اکسیژن، لایو موزیک میارن. خدایی در هوا چیزو نگاه کن. چه ماشینیه؟ این گنده است؟ چه اینجوریه؟ باید جای باحالی باشه. بیشتر خارجی ها، اروپایی ها و اینا میان دیگه. هوا خدایی بی‌نظیره. یه باحالی داره. بریم داخلش ببینیم چجوریه. اونجا خیلی قشنگ در بود کنم، حالا بذاریم پایین‌تر چه جوریه. یارو البته نگفت قشنگه، اینجا گفتش که غذاهاش خیلی کاستومرها غذاهاش دوست. بیچ کلابه دیگه، لب دریا و لایو موزیک و اینا. البته انگاری بافته فکر کنم. اونجایی که مشاهده میکنید کاملا لاکچری استایل دیگه. یا ویو دریا، شما روبروی دریا دارید غذا میخورید. اونجا خیلی بهتر بود. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. حمید مسئولی زاد روم.